95 در رابطه با آزمون‌های آماری سوال کرده. گفته که پژوهشگری قصد داره در یک طرح آزمایشی که پس آزمون با گروه کنترل هست که در این آزمایش ما یک متغیر مشتبه کننده که با متغیر وابستمون همبستگی خیلی زیادی داره، ما میخوایم بهترین طرح آماری رو در واقع به دست بیاریم. ببینیم که از چه طرحی باید، از چه آزمونی ما باید در اینجا استفاده کنیم. آزمون های پیشنهادی تحلیل کوواریانس، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس دو عاملی و تحلیل رگرسیون هست. خب وقتی که میگه یک عامل مشتبه کننده ما داریم که با متغیر وابسته ما در واقع همبستگی خیلی بالا داره، ما اینجا زمانی که همبستگی کمتر باشه میتونیم از طرح‌های بلوکی استفاده کنیم، ولی وقتی همبستگی خیلی بالاست، بالای 8 دهم هست، 100% استفاده از تحلیل کوواریانس بهترین تحلیل هست. و اگر در واقع این همبستگی بالای 6 دهم باشه و کمتر از 8 دهم، ما میشه که به جای در واقع تحلیل کوواریانس از طرح بلوکی هم استفاده کنیم، ولی باز به مراتب تحلیل کوواریانس در واقع اینجا مناسب تر هست. اصلا تحلیل کوواریانس چیه؟ زمانی که ما فرض میکنیم که یک پژوهشگر میخواد بررسی کنه، ببینه که در واقع افسردگی چه تأثیری داره روی کیفیت خواب افراد. حالا این پژوهشگر میتونه دوتا کار بکنه، یا اینکه بیان افرادی رو که داره انتخاب میکنه از نظر سنی، رنج سنی روی یه رنج سنی باشن، ولی گاهی ممکنه که ما خیلی افراد نمونه نداشته باشیم و مجبور باشیم که در سنهای مختلف افراد رو بیایم انتخاب کنیم. ما میدونیم که سن افراد روی کیفیت خواب افراد تأثیر میذاره، یعنی در واقع سن افراد همبستگی بالایی داره با کیفیت خواب. مثلا یک فرد 40 ساله کیفیت خوابش با یک فرد 20 ساله یکی نیستش، یعنی که اینجا در واقع اون کیفیت خوابه، اون سن افراد همبستگی پیدا میکنه با متغیر وابسته ما که کیفیت خوابه. پس یا باید افراد رو از نظر سنی کاملا با هم دیگه در یک رنج انتخاب کنه، ولی اکثر مواقع ما نمیتونیم چه این کاری رو انجام بدیم و محدودیت نمونه داریم. پس بنابراین میایم از نظر آماری سن رو میایم در واقع اثرش رو از بین میبریم. خب اینجا سن افراد میشه اون متغیر همتغییر ما در تحلیل کوواریانس، یعنی به عنوان متغیر همتغییر وارد طرحمون میکنیم و از نظر آماری سن رو اثرش رو از بین میبریم. مثل اینه که ما افراد رو از اول هم سن انتخاب کردیم، یعنی اون تأثیر سن رو در اینجا ما بی اثرش میکنیم. به این نوع طرح‌ها میگن طرح‌های کوواریانس که ما در اینجا هم بهترین تحلیل این هستش که بیاییم از تحلیل کوواریانس استفاده کنیم.